من هفته دستم توی گچ بود. فکر میکنم وقتی بازش میکنم همه چی مثل قبله، ولی نبود. انگشتام خشک شده بودن. ماهیچه ها تحلیل رفته بودن. فقط چون ازشون استفاده نکرده بودم. قانون بیرحم طبیعت اینه: استفادهش کن یا از دستش بده. حالا فکر کن مغزمونم همینطوره. وقتی یادگیری و چالش رو کنار میذاریم، مغز مسیرهای عصبی رو حذف میکنه. دانشمندها بهش میگن هرس سیناپسی. یعنی مغز برای صرفه‌جویی سیم‌های بلا استفاده رو قیچی میکنه. همونطور که ماهیچه دست من تحلیل رفت، مغز هم بدون تمرین کم کم آب میره. و این فقط مال آلزایمر نیست. استرس زیاد، تنهایی، روزمرگی، کمخوابی، همشون میتونن حتی تو جوونی مغزتو ضعیف کنن. تحلیل رفتن مغز بعد از سکته ممکنه تو چند روز اتفاق بیفته. ولی سبک زندگی غلط یواش یواش تو چند سال بدون اینکه بفهمی مغزتو تو گچ میذاره. ولی خبر خوب اینه: مغز انعطاف پذیره. میتونی دوباره جونش بدی. 3 کار ساده: هر روز یه چیز جدید یاد بگیر، ورزش کن، حتی پیاده روی کوتاه، با آدم‌ها حرف بزن، معاشرت کن. این 3 مثل فیزیوتراپی برای مغزه. مغز مثل یه عضله است، یا تقویت میشه یا تحلیل میره. امروز انتخاب با توئه.